بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان. با یکی دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و سروران هستیم و مثال دیگر از مثال‌های کلام الله متعال. الله متعال در قرآن کریم مثال‌های زیادی برای ما و شما زده تا معانی و مفاهیمی رو که مد نظر الله متعال هست بهتر درک بکنیم. یکی از این معانی و مفاهیم درک حقیقت دنیا و مراحل زندگی دنیا است. از اونجایی که ما انسان‌ها شاید همه ما این فرصت رو نداشته باشیم که تمام مراحل زندگی رو تجربه بکنیم، الله متعال برای ما مراحل مختلف زندگی رو یک مثال زده و برای ما توصیف کرده. مراحل مختلف رو و در قالب یک مثال به صورت شیوا برای ما بیان کرده تا حقیقت دنیا رو درک بکنیم و در این دنیایی که الله متعال او رو متاع غرور، یعنی اینکه او رو وسیله فریب و متاع فریب نامیده، ما شیفته و شیدای او نشیم و حقیقت خودمان رو گم نکنیم. در سوره مبارکه حدید آیه 20 الله متعال مثالی زده که در این مثال قرآن کریم برای ما حقیقت مراحل دنیا رو معرفی میکنه. در آیه 20 سوره مبارکه حدید این گونه میخوانیم که الله متعال میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیات الدنیا، به خوبی آگاه باشید، بدانید که زندگی دنیا، حیات دنیا، لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. الله متعال مراحل زندگی رو برای ما در آغاز این آیه مراحل مختلفش رو بیان میکنه، بعد به تشبیه و مثال این حکایت با حکایت کشت و زراعت و کشاورزی میپردازه. الله متعال مراحل مختلفی رو برای ما مثال میزنه و بیان میکنه در این آیه شریفه، آیه 20 سوره مبارکه حدید. اعلموا انما الحیات الدنیا، اعلموا انما الحیات الدنیا، بدانید که زندگی دنیا لعب و لهو. اولین مرحله زندگی دنیا لعب و لهو. اولین مرحله چی است؟ بازی، لعب یعنی بازی، و لهو و سرگرمی. شما انسان ها وقتی به دنیا میایید، مرحله اول زندگی شما اینطوریه: بازی و سرگرمی. اینو دوران اول بچگیه، دوران کودکی و طفولیته. بچه وقتی به دنیا میاد، خب جز بازی و سرگرمی نه وظیفه‌ای داره، نه علاقمندی داره، نه حال حوصله‌ای داره برای کار دیگری و بیشتر از این ازش انتظار نمیره. این مرحله اوله. مرحله اول زندگی ما بازی و سرگرمی است، لعب و لهو. یک مقدار انسان وقتی که میره بالاتر از مرحله کودکی میاد به دوران نوجوانی و جوانی نزدیک میشه، اونجا دیگه چی میشه؟ و زینت و تفاخر بینکم، زینت و فخر فروشی. دوره نوجوانی دوره زینت هست. دوره نوجوانی دوره‌ایه که انسان در این دوره وقتی که تازه انسان به جوانی نزدیک میشه همش به دنبال زینت هست. زینت میکنه برای خودش رو زینت میکنه، تیپ میزنه، لباسای آنچنانی میپوشه، آرایش‌های آنچنانی و عجیب و غریب میکنه. این دوره‌ایه که انسان به ظاهرش خیلی میپردازه. در این دوره دیگر اون سرگرمی ها و بازی های دوران کودکی خود به خود فاصله گرفته، براش زیاد جالب نیست. حالا بیشتر
به تیپش میرسه و تیپ میزنه و خوش تیپ میشه و مد روز میپوشه و لباسهایی که مد الان میگرده ببینه که چی مد شده و دنبال مد دیگه انسان. زینت دوره نوجوانی است. و تفاخر بینکم، فخر فروشی بین خودتون. تفاخر به دوره جوانی که انسان میرسه باز علاوه بر زینت فخر فروشی هم اضافه میشه، قیافه گرفتن و فخر فروشی کردن و فخر فروشی به مال و ثروتش. ماشین آنچنانی سوار میشه و تیپ آنچنانی میزنه و هرچی میپوشه بعد مارکدار باشه و آخرین مدل ماشین رو سوار بشه. این فخر فروشی یک نوعیشه. فخر فروشی به نژاد و قوم. حتی من بچه فلانی هستم، من از قوم فلانی هستم. این رو بچه طفل نمیفهم این چیزا رو، اما جوانی دوران این حکایت هاست. فخر فروشی به قوم، به طایفه، به قبیله، به نژاد. فخر فروشی به تیپ و قیافه. حالا یکی را علمتون خوشگل‌تر از دیگری کرده، فخر فروشی میکنه. من خوشگلم، من خوش تیپم، حالا عکس بگیر از خودت، این طرف بفرست و اون طرف بفرست، دیگران رو تحقیر کن. تفاخر بینکم. یا اینجا به مالش کسی ثروت و مالش مینازه، به جمالش مینازه یا به کمالش. فخر فروشی در مدرک تحصیلی، در اون مدیریتی که داره، ریاستی که داره، همه اینها در دوران جوانی است. بعد از این دوران یه مرحله رد میشه. همین انسان که در بچگی همش به دنبال بازی و شوخی و سرگرمی بود، بعد میرسه به دوران زینت و تفاخر. بعد از این دوران چی میاد؟ و تکاثر فی الاموال والاولاد. اولیش بود لعب و له، بعد شد زینت و تفاخر بینکم. بعد مرحله سوم که الان میاد، مرحله میانسالی و کهنسالی است. یعنی دیگه از دوران جوانی میره، نسبتا انسان به میانسالی میرسه، شاید بگیم از 40 به بعد حدودا سن پختگیه. الان دیگه به فکر اون زینت و فخر فروشی نیست. دیگه تو این مرحله کسی زیاد به ظاهرش اهمیت نمیده. همین جوانی که تا دیروز براش خیلی مهم بود و 1 ساعت نیم ساعت جلوی آینه خودش رو چپ و راست میکرد و لباس عوض میکرد و مدل روز میپوشید، الان میبینید که دیگه زیاد به این چیزا اهمیت نمیده. این طبیعت خلقت بشری است. بعدش میرسه به دوران تکاثر فی الاموال والاولاد. الان دیگه از اون تیپ و قیافه فاصله گرفته، زیاد مهم نیست براش. انسان در این دوران به فکر چی هست بیشتر؟ افزون طلبی. تکاثر از کثرت میاد، به دنبال زیاد خواهی، زیاد افزون طلبی، به دنبال اینه که مالش و فرزنداش زیاد بشن. انا وقتی که انسان به میان سالی میرسه به خودش دیگه زیاد فکر نمیکنه، اونقدر به ظاهر خودش که به آینده خودش فکر میکنه و فرزندانش. به همین خاطر در این دوران به دنبال این هست که انسان برای خودش چیکار بکنه. برای خودش به دنبال ثروت میگرده بیشتر، به دنبال اینه که پولش بیشتر جمع بکنه. دیگه از اون ور خرجی دوران جوانی خبری نیست. و به دنبال فرزند و ازدیاد نسل بیشتر، زیاد کردن فرزندش. این 3 مرحله. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب و لهو، بازی و سرگرمی، و زینت و تفاخر بینکم، زینت و فخر فروشی، و تکاثر فی الاموال والاولاد، افزون خواهی در فرزند و ثروت. مراحل مختلف زندگی انسان یک مرحله مونده، اون دیگه مرحله نیست، اون پایانه. اون رو علمتانی ذکر نکرد. الان این 3 مرحله رو در آغاز این مثال که قرار زده بشه علمتان برای ما معرفی فرمود. این مراحل زندگی است. مثال این مراحل مثل چیه؟ این مراحل زندگی مثل چی میمونه؟ اینها کمثل غیث، مثال این مراحل زندگی مثل اینه که مثل باران میمونه. غیث یعنی باران. کمثل غیث، مثل بارونی میمونه که اعجب الکفار و نباتو، به شگفت میاره. اعجب کفار جمع کافره. کافر در اصل
به کسی میگن که چیزی رو میپوشونه. کافر در لغت یعنی کسی که میپوشونه. کفر یعنی پوشاندن و برای کشاورز استفاده میشه، چون دانه ها رو زیر خاک میپوشونه، پنهان میکنه. حالا برای کسی که ایمان رو همین کار میکنه، چون حقیقت رو میپوشونه، اون رو هم کافر اطلاق شده. اما در لغت برای کشاورز استفاده میشه و اینجا مراد در آیه 20 سوره مبارکه حدید اعجب الکفار یعنی کشاورزان، یعنی کسانی که مزرعه دارن، کشاورز. الان الله متعال میفهمد باران میباره، اعجب الکفار نبتو، به شگفت میاره کشاورزا رو کشتش. بارون میباره، کشتی در میاد. کشت امسال سال آبادی بود. خیلی از کشاورزا وقتی بارون خوب میباره، امسال خیلی سال آبادی بود، ماشاءالله. میبینن که مزارع خوب رشد کرده، باغها خیلی سرسبزه. اعجب الکفار نبتو ثم یهیج فتراه مصفرا، بعد از این که این بارون میباره و کشت رشد میکنه، ثم یهیج، بعدش به سمت خشکی و زردی میگراید، داره ضعیف میشه. بارون میباره، رشد میکنه، میاد بالا، بعد میره به سمت ضعف، کم کم داره سخت میشه. یهیجو سفت میشه و در کنار این که سفت میشه رنگش هم داره عوض میشه. کشت. ثم یهیج فتراه مصفرا، همین که سفت شد و سخت شد میبینی که داره زردم میشه. مصفرا یعنی زرد. کشت، بارون بارید، یک کشتی که به حیرت وارداشت کشاورز رو. بعد کم کم داره این کشت به سمت خشکی میگراید و زرد میشه. ثم یکون حطاما، سرانجامش چیه؟ ثم یکون حطاما، آخر این کشتی میشه، میشکنه، میفته، خس و خاشاک میشه. ثم یکون حطاما. این مراحل کشت دقیقاً همون مراحل زندگی انسان. اولش باران میباره که مثل غیثن اعجب الکفار نبتو، بچه وقتی که بازی میکرد تو مرحله اول و سرگرمی داشت، بازی و سرگرمی داشت، پدر، مادر، دوربریا همه خوششون میومد. این کشاورزان که این الان محصول و ثمره کشت زندگی اونهاست، باغ زندگی اونهاست، پدر مادر کشاورزان دیگه، فرزندم محصول این باغ. اینها وقتی که این سرگرمی و لهو و لعب رو میدیدن خوشحال میشدن. پدر مادر وقتی که فرزند رو میبینن میان باش با زبان کودکی صحبت میکنن، شوخی میکنن، میخندن، خوشحال میشن. همونطور که کشاورز وقتی که کشت خودش رو میبینه و این گندم ها رو میبینه که چپ و راست میره و این باغ رو میبینه خوشحال میشه، خوشش میاد. اعجب الکفار نبتو، همونطور که کشاورز از کشتش راضی و خوشش میاد، فرزند هم در چشم پدر و مادر این گونه است که پدر و مادر لذت میبرن از این صحنه. این فرزند وقتی که رشد میکنه، وقتی که حرکت میکنه، در همون دوران زینت و تفاخرش هم پدر و مادر وقتی که میبیننش، ماشاءالله ماشاءالله بچم، چش نخوری، ماشاءالله دختر خوشگلم، این همون اعجب الکفار نباته است. این همون دورانیه که انسان کشاورز وقتی که نگاه میاندازه به محصول خودش خوشش میاد. ثم یکونو، بعدش چی میشه؟ ثم یهیجو فتراه مصفرا، همین شخص بعدش به مرحله میرسه که کم کم داره ضعیف میشه، کم کم داره زرد میشه، کم کم داره پژمرده میشه، کم کم داره شکسته میشه و داره کم کم نزدیک میشه دوباره به زمین. مثل بچه‌ای که اول کم کم داشت از زمین بلند میشد، انسان وقتی که به آخرای عمر و مراحل کهنسالی میرسه دوباره خم میشه به سمت زمین، انگار که داره باز نزدیکتر و نزدیکتر میشه به زمین. ثم یکون حطاما، آخرش دیگه میشکنه، آخرش دیگه میریزه، آخرش دیگه از هم میپاشه. این زندگی دنیاست. انسان اول
سرگرمی هست و بازی هست، بعدش فخر فروشی هست و تجمل و زینت هست، بعدش به دنبال مال و ثروت و فرزند هست، بعدش ثم یکون حطاما، آخرش هم ضعیف میشه، میفته، میشکنه. این کل حکایت دنیاست، کل مراحلش، کل سر و صداش، کل شلوغی‌هاش، همش همینه. آبی میباره، باران، گیاهی رشد میکنه، خشک میشه، میریزه، باد میاد میبره. انسان به دنیا میاد، بازی میکنه، بازی گوشی میکنه، زینت و تفاخر داره، تکاسر در اموال اولاد داره، همه این مراحل رو طی میکنه. اونم همه نه، همه انسان ها به این مراحل نمیرسن. اونایی که تا آخرین دوره کهنسالی هم میرن، خیلی ها در جوانی میرن، خیلی ها در همین لهو و لعب از دنیا میرن، خیلی ها در همین زینت و تفاخرشون از بین میرن، خیلی ها نمیرسن به تکاسر در اموال و اولاد. و بعد از اون ثم یکون حطاما، انسان میفته و میمیره، تموم میشه. اما این مال این بر دنیاست، این مال زندگی دنیاست. اعلموا انما الحیات الدنیا، این زندگی دنیاست، یک زندگی دیگه هم هست. این پایان زندگی نیست، این مرحله اول زندگی ما در این دنیاست. مرحله دوم اون بر دنیاست، اون یک دنیای دیگه است، بعد از این ادامه پیدا میکنه. این حقیقت زندگی دنیای ماست. اما یک مرحله دیگه هست که اون مرحله بخش دوم زندگی ماست در آخرت. الله متعال وقتی که زندگی ما رو در دنیا معرفی میکنه میفرماید که و فی الاخرتی، اون زندگی دیگه، زندگی بعدی شما در آخرت، عذاب شدید، عذاب خیلی دردناکی هست. اینجا الله متعال عذاب رو اول آورد قبل از اینکه مغفرت رو ذکر بکنه و بخشش رو، چون بسیاری از مردم در این مراحل زندگیشون در این دنیا فریب میخورن، در زینت و تفاخر، در تکاثر در اموال و اولاد، چنان در این زندگی فریفته میشن که از اصلشون میمونن. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، و همچنین بخشش هست، مغفرت هست از طرف الله تعالی و رضایت الله تعالی هم هست. هم عذاب هست و شدت و سختی و هم رحمت هست و نعمت و آسانی. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا همش یک متاع، یک کالای غرور، فریبه. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا یک کالای فریب است، همه مراحلش. اون اولش که لهو و لعب بود، به تعبیر قرآنی لعب و لهو بود. مرحله دومش زینت و تفاخرش، مرحله سومش تکاثرش در اموال و اولاد. اینها رو الله متعال میفهمد. تمام این مراحل، تمام زندگی دنیا، همش برای شما چیه؟ همش متاع غروره، کالای فریبه. همه اینها شما رو فریب میده. فریب نخورید. دنیا محل آزمایشه و اینها وسیله آزمایشن. این مراحل هر کدوم یک طبیعتی داره که در فطرت انسان گذاشته شده، اینجوری خلق شده انسان و این وسیله آزمایشش قرار گرفته. همونطور که الله متعال در آیه 14 سوره آل عمران فرمود زینت داده شده برای انسانها شهوت، نسبت به زن، نسبت به فرزند، نسبت به مال، نسبت به ثروت‌های آنچنانی، سواری‌های آنچنانی، کشت و مال دنیا، زراعت و مالداری. اینها در وجود انسان هست. این مراحل هم طبیعت زندگی انسان، این مراحل رو طی میکنه. اما مهم اینه که و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، همه اینها یک کالاست برای آزمایش و فریب میده انسان رو. متاع غروره، کالای فریبه، براقه، لذت بخشه، زینت بخشه، فریبنده است، میفریبه انسان رو، فریب میده انسان رو، انسان رو میکشه سمت خودش. و انسان نباید فراموش بکنه که همه این حکایت مثل چی است؟ بارانیه، میباره،
گیاهی رشد میکنه، خشک میشه، میفته، باد میزنه، میبره، نمیمونه برای ما. و آنچه که میمونه در آیه بعدش الله متعال میفرماید سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسله. اما شما در این زندگی دنیا با این مراحلش، با این آزمایش هاش فریب نخورید، سبقت بگیرید، از این فرصت ها استفاده کنید به سوی مغفرت الله تعالی. شما برید پیش رضایت الله متعال، شما به سمت بهشت برید، بهشتی که تمام نعمتهاش جاودانه است، بهشتی که اونجا همیشه دارالامان برای شما. و این بهشت برای کسانی است که ایمان به الله دارن و پیامبرانش. در این دنیا با ایمان به الله، با ایمان به پیامبران، با پیروی از کتاب‌های آسمانی، با پیروی از انبیا، از این متاع غرور خودتون رو نجات بدید. در تمامی این مراحل سگانه مواظب باشید، خودتون، فرزندانتون، پدر و مادرتون رو مواظب باشید که دنیا فریب نده. این مراحل سگانه رو خوب دقت بکنید و فریب دنیا رو نخورید و فراموش نکنید که حکایت زندگی شما به مانند کشتزاری است که باید آخر سر کشتتون رو درو کنید و این دنیا مزرعه است برای آخرت. در آخرت شما درو میکنید اون چیزی رو که اینجا کاشتید و فراموش نکنید دنیا یک محل گذر برای آخرت. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم و در برنامه بعد انشاءالله به آیت دیگری که در اون الله متعال برای ما مثال ها زده باز خواهیم پرداخت و به همراه شما عزیزان در اون آیات بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.